مکتوب‌های استاد عینی جزئی از تاریخ پرحادثه ملت ماست. مکتوب‌های عینی افشاگری راه پرشیب و فراز و ناهموار مردم تاجیک در جاده تاریخ سازی است. مکتوب‌های استاد عینی بیانگر تلاش‌های بی‌دریغ او در جاده دولت سازی نوین تاجیکان است. سامیان عزتمند، حالا شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با نویسندگان و اندیشمندان همزمانش با چهره‌های علم و ادب تاجیک در تهیه، تحریر، برگردانی و نشر آن کارمندان اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، ادبیات شناس انزورت ملکزاد و گلبهار عثمانова سهم گذارند. در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف شنوید. با عبدالسلام دهاتی، سمرقند، 20 ماه 11 سال 41. رفیق دهاتی، رخصت دهید که شما را هم رفیقتان را با فرزند تبریک نمایم. آرزو دارم که توی کلانش را خورم. همین روز از پدراتان شنیدم، بنابراین تبریک دیر ماند. من کایها از شما خط گرفته بودم، اما از بس که قدر خستگی دوامدار داشتم تا حال در جواب مساهله رفت. در ضمن این خستگی ها یک پارچه شعر مدافعگی نوشته بودم که امروز به اداره تاجیکستان سرخ فرستادم. امیدوارم که در خصوص راست چاپ شدنش یاری دهید. من این وقتا تاجیکستان سرخ را مرتب گرفته ایستادم. فقط همان شماره که دیوی 7 سر در وی چاپ شده است به من نرسید. التماس آن که از همان شماره یک نسخه یافته فرستانید. این چنین شنیدم که در روسی ترجمه شده در کمونیست هم چاپ شده بوده است. اگر ممکن باشد از وی هم یک نسخه فرستانید. با سلامی رفیقانه عینی. شنیدم که رفیق لاهوتی با عائله‌شان به استالین آباد کوچیده رفتند. امیدوارم که از من سلام رسانید. عینی. با عبدالسلام دهاتی، از عبدالسلام دهاتی، جواب دهاتی به مکتوب عینی. 28 ماه 11 سال 41 استالین آباد. استاد محترم، مرش انتقام را در اداره تاجیکستان سرخ خواندم. با مصلحت و مشورت رفیقان به 2 جایش تغییرات در آورده شد. یکم بند چخی ارسیتم تا آخرش برآورده شد، زیرا که اولش مصرع اسلاویک از علم موی باریک شد. به رفیقان به دامالله لاهوتی معقول نشد. خودی موی کو باریک است گفتند. بعد مصرع گوشتشان آب گشت، پوستشان خیک شد. جدیت شعر را میرواندگی بر این نمود. چنانچه تجربه نشان داد هم در ردکسیا و هم در سیوس هر کس میخوند به همین مصرع آمده با وجود جدی و غمانگیز بودن مضمون به اختیار میخندید. البته از سلسله نامبری مملکت‌های ضبط کرده فاشیسم برآوردن نام چخیا و اسلواکیا از یک جهت درست نباشد هم ما با ملاحظه های بالا به این کار مجبور شدیم. بعد به قول رفیقان در شعر پره یا ناقص بودن روی خط اهمیت ندارد. دویم، مصرع نازنین دختران زیر دست خران را هم تغییر دادن لازم شد، زیرا که بعضی خواننده ها به هر طرف کشاله کرده به معنی های دیگر برده می گردند. مطالعه های اولین بعضی ها چنین نشان داد. هرچند از ادب نباشد هم در اینجا ذکر کردن یک مثال ویرانکاری بعضی خواننده ها را لازم می شمارم. رحیم جلیل با ایرپلانچی دختر گفتنی شعر دارد که یک مصرعش این است: عجایب جانور در زیر فرمان تو می باشد. بعد از چند روزی چاپ شدن شعر همین مصرع را یک خیل آدمان این طور می خواندند: عجایب جانور در زیر دامان تو می باشد. اینک از همین سبب من از رفیق لاهوتی التماس کردم که آخری مصرع مذکور را دیگر کنند. آن کس با مصلحت رفیق بانو این طور کردند: نازنین دختران
دور از مادران. بعد از رفتن آنها درستر فکر کرده دیدم که این اصلاح معقول نشد. بعد آخری این مصرع را با آخری مصرع دوم بدل کردم. در نتیجه چنین شد: نازنین دختران سینه چاک از سینان، شیرمک کودکان دور از مادران. رفیقان لاهوتی و بانو اصلاح خودسرانه مرا تصدیق کردند و مبالغه کرده بسیار خوب شده است گفته ماندند. اکنون نمیدانم که شما چطور حساب میکنید. از شماره دیو 7 چاپ شدگی تاجیکستان سرخ یگان تا هم نمانده است. اداره کمونیست تاجیکستان وعده داد که یگان تا یافته دهد. هرگاه گیرم میفرستانم. از رفیق لاهوتی به شما سلام. بسیار آرزو داشتند که شما هم در استالین آباد باشید. با سلام و احترام دهاتی. برای تبریکتان از طرف خودم و اهل خاندان منتداری اظهار میکنم. خبرهای ناز، همین گونه مژده‌های فرهنگی در نامه‌های استاد عینی سرشار است و استاد عینی در نامه هم درباره وضع معیشی و حالت عیش و عشرت خانوادگی صحبت نمی‌کنند. هر یک نامه استاد صدرالدین عینی یک کشفیات تازه علمی است. درباره اهل علم، درباره استعدادها صحبت میکنند، درباره کشفیات‌ها صحبت، درباره تاریخ خلق تاجیک صحبت میکنند. صدها بار ما باید این نامه‌ها را خوانده و بزرگی استاد صدرالدین عینی ایمان بیاوریم، باور حاصل کنیم و خودمان تحقیقات‌های درباره عینی نویسیم. هر یک نامه‌ای که استاد صدرالدین عینی نوشته‌اند، هر یک بیان کننده یگان پهلوی مهمی حیات استاد عینی بوده است. نامه های سرنوشت ساز و تاریخ ساز ملت. نامه های اصالت آفر و آرمانگرای ملی. نامه های خودشناسی و خودآگاهی ملی. نامه های افتخار برانگیز و هویت ساز استاد بزرگ صدرالدین عینی. رفیقان قدردان، در دنیا هیچ دولتی و خلقی نیست که مانند دولت و خلق تاجیک اهل علم و ادبیات را به این درجه حرمت، غمخواری و قدرشناسی کند. از فوزایلوف 23 ماه 12 سال 41. استاد محترم صدرالدین عینی. مصاحبه دوستان نام حکایه شما را خواندیم. اساساً موضوعی که شما انتخاب کرده اید خیلی موضوع خوب است. با خادمان ریدکسی هم معقول شد. مخصوصاً حکایه آشناگی مرغ و شتر خیلی طبیعی برآمده است. در قطار همین بعد از چیت که یک چند نفر رفیقان درباره این اثر شما مصلحت‌های زیرین را پیشنهاد نمودند که ما به شما خلاصه آن مصلحت‌ها را نوشتیم. چنانچه از روی گپ‌هایی که آنتونسکو میگوید معلوم می شود که وی خلق خودش را دوست می داشته است. حال آنکه وی آنتونسکو با فکر ما خلق رومین را فروخت، با او سخت خیانت کرد. او این روزها به دریای غم و اندوه غرق است، برای آنکه تمام پلانش برباد رفته ایستاده است. دهشتی در نزد خلق خود روسیاه و گناهگار بودنش، دهشتی نزدیک آمدن ساعتهای قصاصگیری خلق در نظرش تا رفت روشنتر نمایان شده ایستاده است. وگرنه آنتونسکو گور سوزد و کباب قلندر پزد را میداند و خلاص. فون کلینگر هم در حکایه فاشیست نه بلکه دشمن و فاش کننده فاشیسم شده برآمده است. حتی وی میگوید که از این دوستی از این بهتر حالت را چشم داشتن شما ببخشید جناب گنرال اگر سبک کرده گویم احمقی است. و فکر ما از طرف سفیر این گونه فاش کرده شدن دولت خود کمی غیر طبیعی است. از روی فهم ما اگر استاد همین سخن را و مخصوصا حکایه مرغ و شتر را از زبان شخص سیوم نه از چینونیک ها می آوردید خیلی نغز می شد.
من از شما بسیارها خواهش میکردم که اگر شما با مصلحت ردکسیا راضی باشید حکایه را تیزتر اصلاح کرده بفرستانید تا ما هم توانیم آن را نشر نموده به خوانندگان خود تقدیم نماییم. با سلام و احترام، امضا فوزیلوف، محرر مسئول تاجیکستان سرخ. سامعان عزتمند، یادرس می‌شویم که شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با شخصیت‌های بزرگ زمانش که دارای اهمیت مخصوص علمی و ادبی‌اند در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف از رادیوی فرهنگ شنیدید. در تهیه و پیشنهاد گفتار سهم گذاشتند صلاح‌الدین نورزاد و لطفیه قربانова. انجام خوانش ادبی شاد و مسرور باشد. عمری عینی از برای خلق صرف خامشو، خلقی ما را دفتری عینی شهادت نامشو. عمری عینی از برای خلق صرف خامشو، خلقی ما را دفتری عینی شهادت نامشو. خلقی ما